طریق
به هر کدام شما درود و سلام بیننده های عزیز تلویزیون سفینه. شام هر کدامتان بخیر و شادین. برنامه فضا است، مهمان خاندان شما. امید می‌بندیم که خاندانتان مثل برنامه ما نور و روشن باشد. عزیزان، و ما مهمان داریم در برنامه‌مان هنرمندان انسمبل شش مقامی فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام یک شریف جورایف که من هر کدام شما را خوش آمدید میگویم به استودیو برنامه فضا. ترانه اول رو یک جای سراییدن خیلی عالی بود و امیدوار هستم که بیننده های ما لذت برداشتن از شنیدن سرودی که در ژانر شش مقام از جانب هنرمندان و آوازخوانان انسمبل شش مقامی فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان اجرا گردید. و در پهلوی من هستند دوستان عزیز ظاهرشاه حیدرов، هنرمند جوان، یک نفر که همیشه فعال هستند و همکاری دارند با تلویزیون سفینه. و شما از نام گروه ایجادی سلام و پیام برسانید به بیننده هایی که ما و شما را تماشا دارند. سلام و درود خود را به دوستداران تلویزیون سفینه و مخلصان برنامه فضا رسانده باشم. خوشبختانه امروزها در مقیاس کشور ما روزی شش مقام و عید شش مقام جشن گرفته شده ایستاده است و هر یکی هنرمندان شش مقام آن سرایندگانی که امروز موسیقی ملی را امروز پیش برده ایستادند میخواهند که در این روز مخلصان خود را با سرودها و با سخنهای خود مبارکباد گفته باشند. و امروز این انسمبل تصمیم گرفته است که دستاوردهای خود را همون کارکردهای خود را در روی صحنه نمایش دهد و این هنرمندان که حاضر هنرنمایی نمودند حالا جوان هستند و امروزها از پی مشق و تمرین هستند و با برابری جوان بودن امروز سرودهای کلان و حجم را سراییده ایستادند. پیشتر استادان خیلی سال تجربه کلان داشتند، آنها شش مقام می‌سراییدند، کم جوانان بودند که شش مقام می‌سراییدند. امروز ببینید که دوران استقلالیت جوانان ما علاقه سرودهای کلان حجم و شش مقام را بسیار خوب سراییده ایستادند. بله، خب این سرودی که در ژانر شش مقام آوازخوانان انسمبل شما اجرا کردن، این سرود چگونه اجرا شده است؟ این سرود چگونه تاریخ دارد؟ سرودی که سراییدند اشاق اسفره و پیشتر یعنی اشاق قوقند نام میگرفتند، چون که اسفره قوقند اینا همسایه بودند و بنابر با هم نزدیک بودند شاید همین سرود رو یعنی اشاق قوقند نام گرفتند. نه که با مرور زمان موسیقی شناسان یعنی تحقیقات بردند و جستجو نمودند و در حقیقت همین سرود یعنی اشاق اسفره نام دارد و با برابری که ما جمهوری ما علاقه الهیده شد این سرود به اشاق اسفره نام گرفت و امروزها هم هنرمندان شش مقام امروز سراییده ایستادند این سرودها را و غزل باشد از هلالی بود و بسیار خوب اجرا شد. این سرود را یعنی بیشتر یکخوانی یعنی هر یک سلیست الهیده می سرایید و ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه همچون انسمبل فقط جوان پسران سراییده باشند. چند ترانه ایجاد کردید؟ چیکار کردید؟ رامشگران چیکار کردند؟ آوازخوانان چیکار کردند؟ و همه روزه ریجه کاری ما یعنی از 9 پگاهی سر می شود، یکی 9 صبح سر می شود. در آنجا ما پیش از برای آنها سرود آموزاندن اول یعنی آواز آنها رو مشق آواز می گذرانیم و آواز آنها رو جور می سازیم و سپس آن اثرهایی که ما انتخاب نمودیم و مشق را شروع می کنیم، یعنی با تقسیمات با هم نفس سراییدن و بسیار انسمبل سراییدن بسیار مشکل است، چون که هر یکی آنها باید یکدیگر رو احساس نمایند و سخنها باید به جایش گفته شود و همین گونه کارکرد میکنیم و سرودهای شش مقام و ساعت اول فقط سرودهای شش مقام، پس از آن سرودهایی که امروز همون جوانان ایجاد کرده ایستادند و آن استادانی که ایجاد نمودند آنها رو کارکرد میکنیم بخشیده به چاره‌بینی هایی که امروز ما داریم در وصف استقلالیت، وحدت ملی و دیگر چاره‌بینی هایی که امروز ما داریم، نوروزی بین المللی و بخشیده به همین چاره‌بینی ها سرودها انتخاب مینماییم و با خود یک دفتر قید میکنیم که باید در چنین سرود باید این سرود سراییده شود و به راهبریت فیلارمونی پیشنهاد میکنیم اگر راهبری بدهی فیلارمونی آنها انتخاب میکنند اگر
در حقیقت ارزنده باشد به چاره‌بینی‌های جمهوریوی پیشنهاد کرده می شود. بله. خب بازخوانی بیشتر می شود برای اینکه ترانه‌های نو در ژانر شش مقام ایجاد میکنید. بله و بازخوانی هم می شود و در ژانرهای شش مقام که ایجاد نمودند و استادان ایجاد نمودند آنها را هم یعنی کارکرد کرده می شود. چون که ما در یک شش مقام فقط تکرار نمودن کتی یعنی کاری انسمبل پیشرفته نمیتواند. با مرور زمان چنانه که ما در دوران استقلالیت امروز فعالیت کرده شدیم زندگی داریم باید سرودهای نو و تازه ایجاد نموده باشیم که تا نسل آینده این سرودها را خوانده همین نسل ما رو یعنی احساس نمایند. بله درست است. تشکر. اینجا شما اشاره کردید که سرود دوم رو در برنامه این شومینمون عبدالملک برکایف اجرا میکند. این سرود چگونه آماده شده است؟ این بازخوانی است یا اینکه سرود نو؟ بازخوانی است یعنی فروغ صفتیکلان از مقام دوگاه است و این نفر دانشجو هستند حالا چون که در وقت آموزش الکی قرار دارند. اگر شش مقام رو خوب آموزند و خوب درک کنند در آینده میتوانند در پردای شش مقام همون یک مکتب خود رو پیدا کنند. بله. و تکیه به مکتب خود سرودها ایجاد نمایند. بله. خب و امیدواریم که عبدالملک آماده است بسرایت. خب ما با بیننده هامون نیز آماده ایم که بشنویم حلاوت ببریم. مرحمت.
سلامت باشید. سپاس دادر عزیز برای اجرایش سرود. ما در راه خوانش و در راه تحصیل برای شما قرار می‌خواهیم. امیدوار هستیم که یک هنرمند خوبی شش مقام سرا، یک هنرمند کسبی شش مقام سرا بعد ختم دانشکده فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا ترسونزاده در این جاده بگردید. موفق باشید. ظاهرشاه حیدرов جایگاه ترنم وطن و وطنداری، خویشتن شناسی، احترام به بزرگسالان، احترام به ادیبان در ترانه های شش مقام سرایی شما چگونه است؟ یعنی گروه ایجادیتون وابسته به همین موضوع چگونه تکاپو دارید، چگونه تلاش دارید؟ امروز خودش همین شش مقام خواندن و اون جوانی که در حقیقت شش مقام می‌سراید در حقیقت وطن خودش رو دوست می‌دارد. احترام برای پدر و مادرش می‌گذارد، چون که همین موسیقی ملی نمی‌گذارد نسبت یک از بی‌آدابی کردن رو. خودش همین شش مقام یک تربیت می‌کند با غزل‌هایش، با آهنگ‌هایش، با شعرهایش، چون که هر یک غزل‌های این را چون شاعران بزرگ حافظ و بیدل و سعدی و هر یک شاعرایی که در حقیقت مدنیتی بالا داشتند، آدابی بالا داشتند، همین شش مقام انسان را تربیت می‌کند. البته از همین شنیدن خواندن شش مقام همین آداب و مدنیتش به همین شش مقام تلعام می شود. باید پیوسته هر یکی ما کوشش کنیم که برای وطن ملت خود ما ذره این باشد، باید خدمت نموده باشیم. در هر مقام باشیم. در کجای در کدام اختصاصی نباشیم باید ذره باشد، باید خدمت نمود. چون که آب و هوای همین وطن رو، نان همین وطن رو، همین تنجی و آرامی وطن رو باید احساس نماید، باید خدمت نماید. درست است. بله. دستگیری جوانانی که در انسمبل شش مقام شما فعالیت میکنند از جانب راهبریت چگونه است و اشتراکتان در چاره‌بینی‌های سطح جمهوری در برنامه‌های دولتی چگونه است؟ در چاره‌بینی‌های جمهوری و دستگیری راهبریت به نهایت خوب است. کوشش میکنند که با همون یعنی آهنگسازان پیوست میکنند که حتی آهنگ‌های شما رو به خوبی یعنی سازند و بسیار طلب کرده ایستاده‌اند که هر یک شما باید امروز جوان هسته، سرودهای نو و تازه ایجاد نموده در این چهاره‌بینی باید هنرنمایی نمایید و هنر خود را معرفی نمایید و خودتان را همچون چهره برای مردم آشنا گردانید. حرکت کنید که شما را یعنی تمام جمهوری شناسند و بسیار سخنهای خوب هم میکنند و امروز همین انسمبل کوشش نموده ایستاده است که همین هنر خودش رو به دوستدارانش نمایش داده باشد. بسیار خوب، تشکر. ما ایسا به انجام برنامه رسیده ایستاده ایم، چون دیگر برنامه ما برنامه زنده سرایی است. بعد چند لحظه صحبت باید سرود سراییده شود و سرود انجامی را شما اینجا اشاره کردید که عبدالرزاق شکروف می سراید و چی سرود است؟ گل جهان نام دارد. این یکی از کمپوزیتوران معروف استاد زیادالله شهیدی در پرده های شش مقام ایجاد نمودند، یعنی با ضرب و با همین ساختارش مثل شش مقام است و رویش هم بسیار گوارا ساخته شده است. میخوام که همین سرود را عبدالرزاق به مخلصان پیشنهاد نموده باشه. بسیار خوب است. بیننده های عزیز ما، ترانه انجامی را عبدالرزاق شکروف میسراید در برنامه این شومینه. برای موفقیت در کسب کاری همه ما و شما. خواهش میکنم. جهان روزی که با تو در جهان دل بسته‌ام، گل جهان روزی که با تو در جهان دل بسته‌ام، هر کجا
هر کجا رفتم پیامی وصلی رو جستم گفته بودی میپسندم عشق پاکت در دلم گفته بودی میپسندم عشق پاکت در دلم بی وفایی از تو شد من عهد را نشکستم بی وفایی از تو شد من عهد را نشکستم در لبی دریا نشسته میشنیدم ناله ها در لبی دریا نشسته میشنیدم ناله ها رقصی آهوام سرودی بلبلانی خوشنوا ای جهان این دم چرا در یاد من افتاده ای یا چو فرهادی نکویی ارمغان دیدی مرا یا چو فرهادی نکویی ارمغان دیدی مرا گل جهان روزی که با تو در جهان دل بستم